امروز چی با دومون قبول نمیشه؟ امروز چی با سرگردانی؟ امروز چی با فرزندامون گوش نمیکنند؟ امروز چی با رزق روزیمون تنگای؟ امروز چی با برکت خونمون نیست؟ یا کو دادن آیا پدر و مادرن قاریان، یا پاو خواهران قاریان. چی با قاریان؟ دخترش مرا ندود. من رفتم کلیکنی دخترش ندود. دیگه اوچه اوتیت اپا نمیزویا، اوچه اوتیت دیگه خواهر نمیکنه. خواهر یا میوه روی زمینه، برادر یا میوه گی نوی افتانیه. میگه زنکه سه کسا میقپن شوشا بچه‌ش اکشا میورن. شاه میگه که این دومشون کنید دوشون بکشید. بعد میپرسه قاضی که خیلی یگان بوریس دوله. میگه مایم کی؟ میگه ما زنیم یا کمای بچم. حاکم میگه اگر همین یا سه تاش یک تاش انتخاب که همون را جواب میتیم دو چه دیگه دور میکشیم. میگه دختر نگاه کرد گفت بچه شیرینه. نکی شلو با شوهر کدوم بچه میوم. شوهرم شیرینه گفت شوهر کدوم با شوهر میوم. نکی فرزندی پدر نمیوم. ای فرزندی ای شوهرش گذشت فرزندی پدرش گفت برادر ما گفت جواب تنی را دادی. میگه گریه کرد موکنی کرد که حاکم نگاه کرد گفت بهترین انتخاب کردی. والله اگر بچه تا یا شوتا میکردی گفت هر سه شا میکشتم. و خاطر همین اکتا که انتخاب کردی ایارم جواب میتون. این فرزندی پدر یک جایی که باید قدرش بدونی، در زندگی بدونی. سالهای پیش یک خواستگاری می اومدن دختره میگفت که برای اکم پرس در کالخازا بود. در وقت برای اپم پرس اکای کلامی نده بختر پرس اگر و دادن من همی دختره دادمون. احترامی اکا بودن، احترامی اپا بودن، برکت بود. امروز دیا وقت زندگی دیا کچه زن میگه روزی توی بفهم حرکت که تو دختر شد داده سای بیجا مانده قدر قیمت. پدر همی کمی سال یک دن میگو که اکت دادرتون نگاه کریم همه نگاه میکرد. خواهرتون بیوه شده چور کودکتی خانهش کریم همه برای اون خانه میکرد. مسکول نمیشید خانه هیچ کده، متهمی کسی نمیشید. هم قبناموس بدن آدم ها میگفت که اگر نوبتی پادمان گورش کنه یک صاحب پاده را نگاه میکنه. دخترش بناموس بیار خواهرش را نگاه میکرد. امروز چکلی شده چی مردم چی روزو دازده سن؟ همه مالی من گفته سن. رسول اکرم گفت لکل امت فتنت و فتنت امتش من مال. گفت در هر امت فتنه امتی مگو مال میشود. پاش دلوی گوره رسیده اولیم مال میگه، اولیم دنیا میگه. آدمای پیش خیلی نبودن. خیرمو را میشتن، انا را میشیدن. میگو بچم برای مهمون احترام میکردن. یک کس توی میکرد میگو سلطری میگو گوسفند شایما چیز شایما. عشق دنیا و مال نبودن. امروز برای یک کرته برای یک رمال اپا و خواهر جنگه. ما تویش داخلی دسترخوان برد اومد داخلی بود. این امروز بعد که در تابوت خواه میرود دیگه حکم میگه آزی زنده باشه تلیش میکنم دیگه دیگه تمام. بگن ناگهان از این جهانت ببرن، از حلقه یار و دوستانت ببرن. غافل منشین زمانت ببرن، گر تو نروی کشانت ببرن. این روستا هم مرا فهمونده است که اول اکوش دودروش خیش تابانوش همسایه‌اش که این دنیا همی بده. یه روز که دنبال عشق و مال دنیا نریم. یه روز مرگ سرا حضرت از روی خونه شما میه وقتی که نفس بند کرد بعد دیگه میگو یه شانس دیگه بده که برم اپام خبر بگیرم اکم خبر بگیرم. یه شانس دیگه بده که در حق اورها یا نون که دیگه تمام شد میگه. وقتی که مرگ تابوت آوردن بعد میفهمی آب با میگوی دیگه انسان که مرد دیگه نامش گم میشود. میگه مایت ایس بیارین، تابوت ایس بیارین. میگه خانهش دیگه من تبدیل به منزل میشود. منزل تیار شد میگه خانهش تیار شد خانه اصلیش. امروز همه ساختمان و همه دنبال دنیا استعمال خانه و چه ثروت دیگه اکاو داداری میری محبت یا پاو خاری رای دور کنده. بازم یک ثروت که مال میوه خیال میکنه مرد سراغش میاد. نه مرد سراغ همه میاره. خداوند گفت کل نفس ذائقة الموت، هر یک نفس چشنده مرگ. امروز رستم رفت بعد ایو باید دیگه ایو کوچه میره. ای کوچه میگیره خداوند یا دیگه لنینگراد میگیره. اینجا میفهمونه که رستم گرفتم یا شانسی دیگه تا میتونم حاضی رفتیم طاعت عبادت کنیم. کبوتاب نماز نمیخونیم بریم طاعت که نماز بخونیم. کدام قطعی افت قریب راکت قط قریب دست شب بود گو غلط کردم اشتباه کردم. ای کلانتر میگه بخشیش ای خداوند بخشیش که قرنم بریم.
رسول اکرم صلی الله علیه و میگه وقتی که انسان میرفته نامه اموش دبالای پیش خداوند میموندیان الله سبحانه و تعالی نامش پروندهش روی میکرده دبالای ان پروندهش نوشته که فلانی نمازخوان روزدار بود نیکی خطی اپا و خواهر اکا و دودرش قهر مود خداوند اینقدر خشمی میشده دوستش میگیرته خیلی میزده همون نامه را میفته که با فرزندی پدرش که قهر باشه این دیگه چی بندگیه فرزندی پدر یا میوه میگه درختی غم در دلم کرده ریشه به درگاه خداوند نالم همیشه عزیزان قدر یکدیگر را بدانید که اجل سنگ است آدم مثل شیشه یا وقت ساعت 2 ساعت 3 زنگ میزنه که بیا که احمد مرد اپد مرد بیا که همون خواهری بیوت مرد که در خانت می اومد میز کدی برای کودکش مرد کمو آب با میگو که دیگه دیر شید برای هم خاطر ای مایت عبرت بگیرین رستم گفته سای گپای مرا رستم گفته سای این دنیای چه ارزشی نداره آخرت دنیای همیشگیه